من قراره که ابزارهایی که در دیجیتال مارکتینگ خیلی استفاده میشه و نیازه که در واقع شما به عنوان دیجیتال مارکتر بدونین و یادگیری هر کدوم از اونها میتونه یک مزیت برای شما باشه تا در بازار شانس بهتری برای پیدا کردن پوزیشن های شغلی بهتر داشته باشین رو بهتون معرفی بکنم و در از تجربه‌ام بهتون بگم. در واقع باید تعیین بکنید که از اون فضا و از انواع تبلیغاتی که در واقع در اختیارتون قرار میده به چه شکلی میخواین استفاده بکنید. این کار دو تا مزیت داره. اول که فراموش نمی کنید که چرا اون تصمیم رو گرفتید و اصلا ساختار اصلیتون چطوری بوده و کجای کار هستید. چون که با استفاده از ابزارهایی که مانیفکتورتون میده میتونید هم لیبل گذاری بکنید، هم به همین صورت شاخه‌ای که الان من کشیدم بتونید تعیین بکنین که تعداد کمپین هاتون چطوریه، وضعیت کمپین ها چطوریه، در حال اجرا، متوقفن، ساخته شدن، کدوم کمپین که باید پاز بشه. و علاوه بر این بهتون کمک میکنه اینو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارید. از اکسل و گوگل شیت برای برنامه‌ریزی، برای محاسبه هزینه ها، وضعیت کمپین ها و طراحی مدیا پلن خیلی زیاد میتونین استفاده کنین. بنابراین چیزی که توی در واقع دیتا باید در نظر داشته باشین و ابزارهایی که دارین ازشون استفاده میکنین اینه که حواستون باشه هیچ چیز خوب یا بدی به صورت مطلق وجود نداره. همه چیز نسبیه و نسبیتتون رو باید با خودتون بسنجید. در واقع این ابزار به ما میگه کاربر از کجا آمد، کجا رفت، کجا موند و چی کار کرد. یعنی همه این چیزها رو به محض ورود کاربر به سایت و اپلیکیشن خودتون میتونین متوجه بشین. من قبل از ورود به سایت رو با سرچ کنسول میبینم به شرطی که ورودی ارگانیک باشه و بعدش که چه اتفاقی افتاد رو با آنالیتیکس میبینم و قبلتر از همه اینها از گوگل تگ منیجر استفاده کردم که دیتا رو در واقع بتونه شناسایی بکنه، اتفاقات رو برای من شناسایی بکنه، دیتاشون رو در واقع جمع آوری بکنه و بفرسته برای آنالیتیکس. یه سری ابزارها معرفی شد که تو مسیر فردی حتی کاری ما کمکمون میکنه، مثل مایند مپ و حالا موارد این دست. یه سری ابزارها معرفی شد مثل سرچ کنسول، مثل گوگل آنالیتیکس GA. من سوالم از شما اینه که بچه‌ها تو چه پوزیشن کاری با این ابزارها بیشترین تعامل رو خواهند داشت؟ اگه بخواید دسته‌بندیش کنی برامون یه ذره راجع به این پوزیشنه به من میگین کیا معمولا بیشتر با اینو در ارتباطن؟ دسته بعدی کسایی هستن که پرفورمنس کار میکنن. پرفورمنس ها همه رو باید بلد باشن دیگه. به نظرم